مامان دارم فیلم میدارم. سلام دوستان من، خوشحالم که تا یه برنامه باهاتون هستم. انقدر دوستتون دارم، من خیلی دوستتون دارم. آقا باز خانومتون دعوا نکنید، خانوم با آقایتون دعوا نکنید. آخه این زندگی نشد عزیز من. عزیزم ما باید هر چی هم باشه باید فقط با آرامش زندگیمونو تارتونیم و برآورده کنیم. آدم خوشحال بیشتر میشه با خانوادش بره یه جا. خوشحال بیشتر میشه که قشنگ با خانوادش بره سفر. خوشحال از شیرینی زندگیش میشه. اون وقت شما اومدید برید تلخ بازی در میارید، با گل خانم چمنی تو همون پونن دارید پیاز بازی در میارید، شیرینی بازی در میارید، پیاز بازی در نید. عزیزای من برای چی آخه اینجوری زندگی که ما اینجوری میخوایمش اصلا زندگی نیست. پس ما باید زندگیمون رو یه جور شروع کنیم که بچه هم به دنیا اومد بزرگ شد با شوهرش اونجوری دعوا نتونه، پسر به دنیا اومد با زنش اونجوری دعوا نتونه. یاد میگیرن از شماها، یاد میگیرن. اینو بدونید، نه نصف شما هم و نصف شما هم. برنامه منم دیده داره عزیزانم تموم میشه و این حرفایی که بهتون دوش زدم و یادتون نره ها. خداحافظ.